با مناسبت روز وحدت ملی و با شکوه تجلیل نمودن آن در ناحیه شهرنو یک قطار انشاءات‌های جشنی از جمله یک مرکز خدمترسانی دعاشانه در کوچه دوستی که در آن داروخانه، نقطه فروش قسم‌های احتیاطی نقلیات، مغازه پرده‌ها و دیگر لوازمات ضروری جایگیر شده‌اند به استفاده داده شد. در دهه اتفاق نیز یک مغازه زمانوی که در آن مال‌های نیاز مردم به فروش گذاشته شده است مورد بهره برداری قرار گرفت. در این ضمن در دهه‌های راه نو، نورآباد و دهه شریفی که قبلا راه‌های محلی با سهم ساکنان و صاحبکاران از نوسازی گردیده منفش کرده شدند مورد استفاده عموم قرار داده شد. همزمان در دهه نوآباد یک میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال خرد افتتاح گردید. در ادامه در باغ فرهنگی فراغتی به نام ناصرجان معصومی ناحیه شهرنو چهاربینی ایدانه دایر گردید. در رفت برگزاری آن از جانب 7 جماعت و شهرک ناحیه و اداره و تشکیلات‌ها نمایش دستاوردها در سمت‌های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و معرفتی ساکنان به نمایش گذاشته شد. سپس ضمن برآمدها قید گردید که باعث افتخار و سرفرازی است امروزها در سراسر کشور جشن مقدس و تاریخی و تقدیرساز ملت و دولت تاجیکان 28 سالگی روز وحدت ملی در فضای صلح و آرامی تجلیل می‌گردد. گفته شد که وحدت ملی با یکی از ارزش‌های والای جامعه ما تبدیل یافته برای مردم شریف تاجیکستان قدر و قیمت بلند دارد. در حقیقت وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در هر دولتی که صلح و امانی و دوستی حکم فرماست اقتصادیاتش رشد می‌کند، هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی پیش می‌رود. باعث افتخار است که محض با کوشش‌های پیگیرانه سرور محبوب کشور ملت تاجیک سرجمعانه بهر پیشرفت مملکت و آبادی آن سهمگذار هستند و امروز در چهره هر فرزند تاجیک نشاط و خرسندی، وحدت و صلح پدیدار است. در فرجام چهاربینی برنامه کنسرتی هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه با اجرای صوت و نوای تازه ایدانه منظور حاضرین گردانیده شد.